باسکتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من لیکسی هستم و امروز اومدم با یک ویدیوی توپ دیگه. ویدیو راجع به وسایل خونه است که میتونه حالی به حالتون کنه و داشتن این وسایل میتونه کاملا لذت بخش باشه. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، دمتون گرم. این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید. اینستای منم میاد این بالا. دوستتون دارم، عاشقتونم. بزن بریم. خب این چیز جالبیه برای اینکه بخوایم پنجره ها اینا رو تمیز کنید. اینم که برنج ریختش، فکر کنم میخواد باش سوشی درست کنیم. دستگاه خیلی جالبیه، چیز باحالیه. کیا سوشی دوست دارم؟ من اینکه خودم خیلی دوست دارم. بله، سوشی. این چیه؟ گردوشابه است، سکه است، جمع میکنیم. تا حالا ندیده بودم، چیز جالبه به نظر میرسه. این که واسه هر خونه لازمه. وسایل خونه رو قشنگ بشینید روش، مرتب، ادویه ها، خیلی باحاله. آشغالا رو میریزی رو ظرفشویی، چه کاریه؟ آها اینو بذار. خیلی چیز خوبیه، خیلی واجبه برای توی خونه. بله دقیقا. بخندک. اوکی اینم جالبه، ولی خب از این شوشه با اون شوشه با میتونی باز کنی. خیلی راه دیگه هستش اگه دم دست نباشه، ولی برای توی خونه آره چیز جالبیه. با نشکست، نشکنه. اینم شیر خوش ریختش یا شیکه نمیدونم. نشکن جالب. سیم ظرفشویی که همه جا هست. یه برای سیم ظرفشوییه، درسته؟ اوکی، چه جالبیه. تنبلا، دستگاه مورد علاقه اومدش. چه پذیری داره. خانومای گل، خوراک خودتونه. من خیلی از این وسایل تا حالا ندیده بودم. این چیه؟ دستگیره است. اوکی، چه جالبه، ولی به چه کاری میاد نمیدونم. کسی میدونه این به چه کاری میاد؟ نشونم نداد. خب این همون دوباره برای ادویه اینا. اون سه گوششه، اون حالت بغل قرار گرفته. سوسیس، تخم مرغ. چه باحال، خوراک صبحونه است. باریکلا. کچاپ. خب این اگه دستگاه باغبانی. واه اینقدر تیزه، مثل پنیر بریدش. بابا دیگه تو اونقدر بارون و فلان اینا کسی نمیره که برید جایی بشینه که. ولی خب پاکه، اینم سازندش دستش درد نکنه، خسته نباشه. خب این برای چی؟ برای توی ماشینه، قسمت رفت آمد هوا. خوشگلش میکرد، فکر نکنم کار خاصی میکردش. اوکی، چای میریزی، آب جوش، دم میشه، یعنی میذاریش که دم بکشه. از اون برمیاد. زیاد لازم نبودش این مسئله، یعنی ما وسایل خیلی بهتری داریم. سماور قدیمی ها بودش، خیلی باحال‌تر بود. من دوباره فکر کنم شیک بود. من باید احتمالا جای ادویه باشه. بله، نمک و فلفل و زردچوبه و چیزایی که یه سریشون اسمشون رو میدونم، یه سری رو نمیدونم. خب این برای دوباره توی ماشین یا بیرون؟ نه، برای توی دره. فکر کنم از ایناست که رو زمین میفته، آرمو میندازه. نه، برای
برای صندوق عقبه، ببخشید برای صندوق عقب بودش. چی می‌گی؟ خب اون موقع قدیما رفو میکردیم، یعنی من که نه، مثلا مادر بزرگا میشستن رفو کنن اصلا سوزن و نخ و فلان و یه برچسبای بود آدیداس و نایک و اینا میزدن. خب این به درد همون که مثلا میخوای یه سوشی درست کنی فکر کنم به درد اون میخورد. چی؟ چه باحال. ندیده بودم تا حالا یه هم چیزی، خیلی جالب بودش. یعنی هیچ وقت تموم نمیشه. این چرا افتادش؟ تخم تنبلی تخم. آخ این خیلی باحاله. اینو من دیدم خیلی باحال، حتی دست گرفتن و لمس کردنش هم به آدم یه حالی میده. نه خب بذاری که خیس نشه یا برای خوشگلی همون خیس نشه، برای قشنگی هم هست. آره روغن رو گرفتش. ها چی شد؟ نفهمیدم. اگه کسی میدونه چی کار میکردش که اونجوری میشدش حتما به کامنت ها برامون بنویسه. این خیلی لازمه برای پشت ما. این خیلی لازمه. این از کجا میشه گیر آوردش؟ یعنی فقط باید از سایت های چینی خرید کرد. خب اینم که حالا مدرنیزشه دیگه. باتری میزنیم. روشن میشه. سنسور داره که دستو میبینه یا هرچی میادش و صورت کف خارج میشه یا اصلا کلا کف خود داره. این کفشه؟ این چیه؟ نه حرام، کفش بود واقعا. خب اون انداخت سطل آشغال. این تویش عوض میشه، میتونی بشوری. واه چه جنسی داره این. مغزشون کار میکنه این چیزا رو میسازن. بازم جای ادویه‌ای حالا به یه شکل حالا زیباتر. اون خیلی ساده بود، آبی بود، سبز بود. این ولی نه تر و فلان. واه این خیلی باحاله. چه جالبه. مغزشون چی میسازن. خب اینم پود میکنه هرچی از برنج پود کرد. اوکی به خیلی هم عالی. خب تمیز کرد. اوکی چیز جالبی بودش. هست اصولا همه جا شکل‌های مختلفه. این هم که خب هسته در میاره. این هم حالا یه مدل دیگه شه ولی خب این هم هست. خیلی باحال در میاره. این هم که برای گوجه و اینا استفاده میکنن دیدم من. این برای توی کفش کسایی که برای روی کفش کسایی که حساسیت دارن مهمون استفاده کنه. چیز جالبیه. این خیلی باحاله برای تو خونه کسایی که بچه کوچیک‌ترن خیلی به کارشون میاد. برای بعد دندون شستن باید باشه فکر کنم. دقیقا بعد از دندون شستن برای حالا دقیقا میکنن خانوما. وسایلی که اکسترا برای خانوما هستش میادش. فکر کنم اون آقایون هم میتونستن استفاده کنن. این هم که بذاری که برای کفش و لباس و که خوش بشه، یه بوی کفش و بوی بعدش بره. اوه چه باحال. پهن‌تر هم شد برای پتو اینا. چه حالی میده این صورتی دیگه. بازم دختر خانوما حال کنن. فکر کنم رنگ دیگه هم باید باشه دیگه. خب جا موبایلی چه باحال. مدل های مختلف دیدم ولی این یه جالبه. این میزنی به اندازه باز میشه دوباره بسته میشه. سراجی بگی بکشی تا باز تا بتونید استفاده کنید. خب جالب بود برای تمیزکاری و اینا خیلی خوب. این انگوش نداره. این دستگاه درست دارن قشنگ جای انگوش واسش کار میکنه. باری کل آفرین.
گوشت. واو، تکنولوژی داره خیلی پیشرفت میکنه، خیلی باحال. اینم که برای توی به اصطلاح حموم و جایی که قابل استفاده است. بله. خب چسب زد روی آره دیگه، اینو بزنن که بچه ها انگوششون نکنن یا فرق نگردشون. خیلی باحال بودش. یه سری وسایلش خب واقعا کاربردی هستش و لازمه برای هر خونه، ولی یه سری وسایلش هم آقا لازم نبود، مگر اینکه خیلی تنبل باشی، اون که تخمه باش میشکنی، اون که باش خیار پوست میکنی و اینا. یه چیزایی بودش که آقا به نظر من به درد نمیخوردش، یعنی آدم لازم نبود که 100% توی خونه داشته باشه، ولی داشتنشون خب حالا شاید یه جایی هم به کار بیادش. این از ویدیوی امروز. امیدوارم که ویدیوی امروز خوشتون اومده باشه. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو ما از دست ندید. دمتون گرم، دوستتون دارم، عاشقتونم. تا ویدیوی بعدی، ادیوس.